قدرمن دوستانو تاسو زموږ د همکار عیسی محمد قلمیار گزارش یا ریپورټ واورید چې د قاري صاحب ارواښاد قاري صاحب برکت الله سلیم په ژوند یې جوړ کړی و. د ارواښاد قاري صاحب برکت الله سلیم دوستانو د افغانستان ملي ټلویزیون کې له کلونو دلته کار کړی دی. دلته یې قرآن کریم تقریبا په 7 روایتونو ثبت کړی دی. او تر ټولو ښه خبره دا ده چې د افغانستان ملي ټلویزیون د وخت د نشراتو رئیس د رادیو د نشراتو رئیس د ده په نوم باندې سټوډیو هم نومولی وه چې هغه سټوډیو اوس هم شته ده. د همده په نوم ده. په همدغې سټوډیو کې د قرآن کریم هغه تلاوت په 4 روایتونو باندې ثبت کړی او له نیکه مرغه زموږ سره په ارشیف کې شته دی او خوندي دی او تر ابده به هلته خوندي وي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون دوستانو ارشیف د سیمې په کچه یو غني ارشیف دی چې همدا اوس خوندي دی او د افغانستان ملي ټلویزیون په اډانه کې شته دی. قدرمن دوستانو نن په خپرونه کې را سره میلمه د قدرمن استاد شاګرد استاد قاري صاحب امان الله احمدي میلمه دی چې د ده سره به د استاد په ژوند د استاد سره په خاطرو په تجربو او په ځانګړې توګه د افغانستان ملي ټلویزیون کې چې د کوم قرآن کریم ثبتول استاد امان الله احمدي ورسره وه په دې تړاو به ورسره پوښتنې او ګرویږنې کوو. تاسو ښه راغلاست وایم احمدي صاحب. خیر راغلی، ستړی مه شئ. تشکر. من هم خدمت شما و از طریق تلویزیون شما خدمت همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم با لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحاله اوسئ. قدرمن استاد احمدي صاحب د قاري صاحب ارواښاد قاري صاحب برکت الله سلیم د مړینې تسلیت تاسو ته او ټولو مسلمان امت ته وایم او دغه یوه ډېره لویه تشه ده، هېڅ وخت به ډکه نه شي. که څه هم ټول د الله پاک په لوري باندې تلونکي یو، مرګ حق دی، خو بیا هم ځینې وخت دغه تشه ډېره لویه وي، نه ډکېږي. نو تسلیت هم تاسو ته وایم او تاسو که څه ویل لرئ نو مهرباني وکړئ. بدون شک در این قسم که شما گفتین یعنی هر کسی میمیره، اما مرگ عالم اهل قرآن و شیخ قرآن این باز دردناکتر است. یعنی هر عزیزی که از دست میتیم درد داره، واقعا در فراقش انسان محزون میشه. اما در فراق شیخ القراء استاد برکت الله سلیم یقین دارم همه ملت ما دردمند شده و در عزاداری فی الحال همه ما شما قرار داریم. الله متعال بر ما شما همه صبر جمیل عطا کنه و به جناب شیخ القراء استاد برکت الله سلیم جنت فردوس خواهان هستیم. واقعا وفات از این اجزای بزرگ است، نه تنها به افغانستان بلکه به تمام جهان اسلام. آمین. خدای دې جنتونه ورته نصیب کړي. استاد احمدي څه وخت مو د قاري صاحب سره وپېژندل؟ څومره وخت کیږي او څنګه ورسره آشنا شوئ؟ څنګه ورسره مخامخ شوئ؟ که د کیسه یې راته وکړئ. داستان از این قرار بود که من سابق از خردسالی علاقمند بودم قرائت کنم. من به همه شما معلوم است که درس‌های استاد که در تلویزیون ملی ثبت بود و در هر خانواده شایقین خود داشت. بله واقعا هیچ خانواده در افغانستان نیست، من مبالغه نمی کنم که یعنی حداقلش هم میگم یک نفر حتما شاگرد اونجا است. واقعیت دا خبره ما مخکې هم کارانو ته هم وکړه. واقعیت ښځې او نارینه زیاتره زموږ خویندې میندې د ده څخه قرآن کریم زده کړی او حافظانې شوي دي. بدون شک دیگه. حتی دیروز هم که جنازه جناب شیخ القراء استاد برکت الله سلیم بود که دوستایی که حضور پیدا کرده بودن، دوستایی که نامده بودن از طریق رسانت من دیدن که امی حضور جمع کثیر از هموطنای ما همه دلالت میکرد به اینکه اینا معلم بزرگ خود از دست دادن. خب داستان از این قرار بود که من تلاوت استاد میشنیدم، تقلید میکردم، بسیار سرم خورد بود. مادرم به من گفت که بچیم اگه قاری میشی بازم تو قاری شوی. اینمی حرف مادرم بالایم تأثیر کرد و من گفتم که حتما باید نزد جناب شیخ القراء استاد برکت الله سلیم برم و من باید از نزدیک بهشون بشینم، زانو بزنم و قرائت از اونها یاد بگیرم. خب این خب ما همه ما میدانیم که جایگاه استاد هیچ کس گرفته نمیتونه. الله متعال غریق رحمتش کنه. شخصیت بی‌بدیل، شخصیت تکرار ناشدنی است. خب بعضی دوستا سوال کردن که کی در بدیل استاد کی باشه. من گفتم جای استاد هیچ کس گرفته نمیتونه. استاد شخصیت ناتکرار شدنی. خب خلاصه
هیچ از یادم نمیره که سوره مبارکه غاشیه را استاد از طریق رادیوی افغانستان قرائت میکرد. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، که اینمی قرائت مرا جذب کرد، بالاخره علاقمند شد دیگه. از خردسالی که ما پیش استاد بودیم، دوستا همه عزیزا اطلاع دارن، میفهمن که تمام کتابایی که استاد نوشته کردن در تجوید کاتبش ما بودیم، ما نوشته کردیم. در ختمها شما یاد کردین، پیشترم من گزارش دیدم در دوستا که تهیه کرده بودن، یادم آمد دوران اول امارت اسلامی که روایت قالون ورشه استاد ثبت میکردن، ما و قاری صاحب احمد صدیق ایوبی بودیم. در ابتدا انجینر صاحب ظاهر نجوا بودن ثبت میکردن، بعد از او انجینر صاحب نصیر سرمست که اگه اشتباه نکردم اسمشون فکر میکنم اونا وفات کردن، الله مغفرتشون کنه. و قبل از او هم استاد ختم هایی که شما میفهمین، ختم های نیم ساعته را که سامیشان قاری صاحب عبدالمبین که فی الحال خارج از کشور زندگی میکنن، فکر میکنم در کشور سویدن هستن، قاری صاحب عبدالمبین که یکی از شاگردان ممتاز استاد بودن، امروزشان سامی بودن. بعد از او ختم دیگه استاد که در او فکر میکنم قاری صاحب غلام فاروق ربانی زاده و دگروال صاحب، با وجود از اینکه حافظ نبود ولی همیشه همراه استاد می بود، دگروال صاحب عبدالقدیر همراهشان در ختم بود. ختم دیگه اکثر در ختم ها همراهشان ما سامی بودیم. حتی روایاتی را که استاد ثبت کردن که از ظاهر صاحب، از انجینر صاحب ظاهر نجوا یاد کردیم، انجینر صاحب نصیر سرمست که همراه ما قاری صاحب احمد صدیق ایوبی، اونها به حیث سامی بودن. در دوران اول امارت اسلامی در این استودیوی فکر میکنم بیشتر گزارش از امروز استودیو هغه استودیو د په نوم د اوس هم شته ده، همدلته په همدې تعمیر کې ده، په همدې د په نوم د قاري صاحب برکت الله صاحب په نوم هم د اوس هم نومول شوی ده دیگه. خلاصه بعدا باز در روایات بعدی هم که قاری صاحب استاد ضیاء الحق من قادم بودن در اواخر. بله بله دیگه ولیکن یک آرزویی که استاد داشتن که همین سلسله سبعه را تکمیل کنن، 7 قرائت و 14 روایت، دمی آرمان ماندن. بله همدغه ته زه راتلم چې قاري صاحب په ملي راډیو کې څو قرائت ثبت کړل او څومره پات شول او ولې پات شول، علت یې څه و؟ بله در همین اواخر که من نسبت مسئولیت هایی که داشتم پیشترم اشاره کردم، متاسفانه در ختم های اخیر استاد نبودم، اما در جریان بودم، همیشه همراهشان ارتباط داشتم و خوشبختانه جناب استاد ضیاء الحق من قاد در اواخر همراهشان بودن. نسبت مریضی که برشان پیدا شد نتانستن که امی 14 روایت تکمیل کنند، 7 قرائت و 14 روایت، یعنی هر قرائت کس از خود 2 راوی داره. استاد میفتن آرزوی ممیز که من بتونم 7 قرائت و 14 روایت مکمل ثبت کنم و در دسترس قاری صاحبا قرار بدم و از او اگر فرصت میسر شد عمر باقی بود که من 10 قرائت 10 قاری صاحبا میگن و 20 روایت ما ثبت کنم. خب می مریضی برشانی فرصت نداد، اگرچه الحمدلله فی الحال 12 روایت تقریبا با حفظ که حساب کنیم، یعنی روایت زیاد روایت ثبت کردن که تا به حال در جهان اسلام ما فکر نکنم کم نظیر است. اگر در مصر قاری صاحبا ثبت کرده باشن، یکی از قرای معروف مصر عبدالرشید صوفی که به قرائات مختلف ثبت کرده که اونا از روایت زیاد دارن، یا شیخ عیسی معصراوی، اما دیگه اکثر قرای معاصر امی سلسله را نتونستن ثبت کنن. ولی فی الحال هم جناب شیخ القرا استاد برکت الله سلیم روایات زیادی را ثبت کردن که روایات موجود است در خود آرشیف رادیوی افغانستان، در یوتیوب هم فکر میکنم روایات نشر کردن. و جا داره از انجینر صاحب احمد یاد کنم که فی الحال مریض هم هستن، الله متعال برشان شفای عاجل کامل نصیب کنه. یکی از کارمندای رادیو تلویزیون ملی افغانستان که اونها تقریبا شاید از 25 سال قبل که اینا ثبت قرائات استاد شروع کرده بودن، شاید هم هنوز ما کم گفته باشم، یعنی از نوجوانی که اینا شروع کردن ثبت، در امو ثبت مصروف هستن. حالا فی الحال خودشان مریض است، پسرشان
همو سلسله را پیش میبرن. ماشاءالله. دیگه منظوری بود که استاد بزرگوار این مریضی سبب شد و یک چیز جالب براتون بگم که در این مریضی هم که تقریبا 4 سال میشد که مریض بودن، ولی 2 سال مریضیشون کمی شدت پیدا کرد، باز خصوصا در ماه‌های اخیر که بعد از اینکه عملیات کردن که جادار از برادرشان انجینر صاحب آجی صاحب افسر یاد کنیم که اونها در این اواخر همراهشان بودن، در شفاخانه بودن. در این مدتی که اینا مریض بودن همیشه همراهشان بودن، خصوصا در این اواخر بسیار زحمت کشیدن، الله برشان اجر بده. خب باز اجل که او تقدیم و تأخیر نداره. بله. در این مریضی ما وقتی که همراه استاد تماس میگرفتیم صحبت میکردیم که استاد چطور است مریضیت، مثل که امام شاطبی رحمه الله میگن بسیار مریض بود، وقتی پرسان میکردن از او که چطور است صحت، العافیه، بس العافیه، دیگر نمیگفت چیز. استاد هم وقتی که پرسان میکردیم مریضی را میگفت توکل به الله، ان شاء الله هر چی که نصیب و قسمت باشه. پیشتر دوستان قبل از برنامه یاد کردن که شوخی و مذاق داخل چوکات شریعت داشتن. بله واقعا. استاد همیشه در دهنشان خنده بود، تشویش نمیکردن، میگفتن توکل به الله. باز با استاد که می موضوعات یاد میکردیم باز میرفتن میگفت که موضوعات قرآنی را یاد میکردن. حتی یکی از دوستای ما قاری صاحب عبدالعظیم فقیری، استاد فقیری صاحب به من حکایت کرد که در مریضی رفتیم، در مریضیشان رفتیم که در حالی که ما به عیادت رفته بودیم و بسیار مریض بود، در اون وقت هم میگه برای ما میگه که ما یک چیز جدید ثبت کردیم، شما بشنوین، این قرائت جدید است، این برنامه جدید است. یعنی استاد حریص بودن که همیشه یعنی عمر خودم مکمل اینا وقف قرآن کردن که همه مردم به این شهادت. واقعیت دی. ډیره مننه کوم. یوه پوښتنه شاید زما او د ډیرو نورو سره هم یې هغه ده چې استاد یو خو هغه وي چې نبوغ وي، استاد واقعیت هم د نبوغ نه کم نه و او د په دې برخه کې نبوغ درلود. دویم استاد کومې اکاډمیک زده کړې هم په دې تړاو خصوصا د قرائت په برخه کې کړې وې او که نه لږې راته واضح کړئ چې مثال د چیرته سفرونه کړي وو، څومره زده کړې کړې په بهرنیو هېوادونو کې او په څومره بهرنیو مسابقو کې ګډون کړی و، او د افغانستان د سرحدونو څخه وتلې په نور نړۍ کې استاد څومره شایقین و مینوال لري؟ بله سوال خوبی را شما مطرح کردین، چون ما همیشه همراه استاد بودیم از خردسالی مقسم که گفتیم در مدرسه جایی که استاد در خانهشان مدرسه داشتن، ما شب روز اونجایی بودم. من کتاب برکت تجوید زمانی که نوشته کردم، دوستا و عزیزایی که فی الحال همراه استاد هستن اونها در اون زمان حضور نداشتن و از جزئیاتشان، از ابتدا خدماتشان که آگاهی که من دارم، من یقین دارم که کمتر از دوستا به استثنای دوستا و عزیزایی که سابق همراه استاد بودن. من یک چیز جالب براتون بگم. کمال صاحب شما سوال کردیم، واقعا این در ذهن بیننده ها هم است. بدون شک که استاد نابغه بودن، نبوغ داشتن، نبوغ علمی داشتن، ذکاوت عجیب داشتن، ولیکن در پهلوی از او سعی و تلاش هم میکردن. و یک چیز دیگه هم که الله متعال بر استاد نصیب کرده بود، اون نظر به تقوا و پرهیزگاری. در پهلوی از این که انسان سعی و تلاش میکنه، واتقوا الله و یعلمکم الله، قرآن میگه شما بترسین الله براتون علم میده. استاد علاقمند منصب و مقام و موقف نبودن، همه ما شما میخواد فقط میفتن یک معلم باشم. بهترین مقام برای من است که من معلم باشم و شعارشان همیشه این بود خیرکم من تعلم القرآن و علمه. ولیکن برای شما معلوم است، مثل که شما سوال کردین، تنها به نبوغ ذاتی و تنها به تقوا و پرهیزگاری علم حاصل نمیشن. انسان باید ریاضت بکشه، زحمت بکشه. بله جناب شیخ القرآن استاد برکت الله سلیم در ابتدا قرآن کریم نزد پدرشان مولوی صاحب گلاجان خواندن، حفظ کردن قسم تا 18 پاره قرآن کریم. بعد از اون نزد شیوخ و استادای مختلف حفظ کردن و به خاطر حصول علم قرائات و تجوید اینا نزد شیوخ مثلی درس خواندن. از جمله شیخ محمود خلیل الحصری که لقب از اونها شیخ عموم المقاری المصریه بود. یعنی هر کس امیالم در جهان عرب، ما کدام زمان فرصت باشه که مستند با دوستا صحبت کنم، در واتساپ ما همی حال بسیاری از شیوخ مثلی پیام گذاشتن که آیا وقت میسر میشه که ما اجازه
شرعی را از جناب شیخ القرآن استاد برکت الله سلیم بیاریم، چون سلسله از اینا به شیخ حسری میرسه. ولیکن در این اواخر چون استاد مریض بودن ما نتانستیم متاسفانه کو شیوخ مصری را با استاد روبروی بسازیم، از طریق واتساپ ارتباط تامین کنیم تا اونا اجازه شرعی بگیرن. یعنی ببینید که در جهان عرب مردم این مبالغه نمیکنیم، دوستایی که اگر خواسته باشن ما مستند برشان نشان میدیم. همین فی الحال چندین نفر ما جا داره از شیخ اسامه سمیر حسین، یکی از استادای معهد ازلی که در کابل بود، اینا اجازه گرفتن وقتی مصر رفتن اونجا چندین شیوخ دیگه خبر شدن که جناب شیخ القرآن استاد برکت الله سلیم شاگرد شیخ محمود خلیل الحصری است. اونا چندین بار با ما تماس گرفتن که ما میخواهیم که از استاد سند بگیریم. یعنی در شایقینش شما پرسان کردین نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان اسلام، بلکه خارج از افغانستان گفته میتونیم که علاقمندی بیشتر است. چرا غالبا ما شما دیدیم که در این وطن خود مردم قدر ارزش نمیده به شخصیت ها. و این یک شعارم در افغانستان معروف است که میگه که ما زنده خوب نداریم و مرده بد. دیگه اگرچه الله شما را اجر بده، تلویزیون ملی را ما قلبا از اینا سپاسگزاری میکنم، از رادیو، از تلویزیون که همیشه اینا خدمت کردن، استاد ارزش دادن. ولی در کل او ارزشی که ما برای شیخ استاد برکت الله سلیم میدادیم ندادیم متاسفانه در حیاتش. ولیکن بیرون علاقمندای استاد بیشتر است نسبت به داخل. شاید میالم که مصاحبه مرا دوستایی که در خارج از افغانستان اونا سکونت میکنن، اونا حرف مرا تایید کنن که علاقمندای استاد بیرون از افغانستان بیشتر شاید باشه نسبت به داخل. اگرچه الحمدلله محبین در اینجا مخلصین قهر نشن. کسایی که دیروز در جنازه آمده بودن ما دیدم علاقمندی دوستار زیادتر است، ولیکن تنها منحصر نمیشه یه علاقمندی در افغانستان، بلکه خارج از افغانستان هم. و این دلیل هم داره که من پرحرفی هم کردم با معذرت که دلیلش چیست؟ دلیلش چیست که این محبت الله متعال در قلب این بنده های خود انداخته. القای محبت کار شخص نیست. برای شما معلوم است در قرآن کریم الله متعال با پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکنه که و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. اگر تمام زمین خرج کنی در بین قلبهای بنده ها محبت انداخته نمیتونی که نسبت به دیگری اینا محبوب شن. این کار کی میگن؟ ولکن الله الف بینهم. الله این الفت می اندازه. چنانچه در حدیث هم وقتی الله متعال یک کسی را به عنوان دوست انتخاب میکنه، جبریل علیه السلام را میخواه که ای جبریل ما فلان شخص دوست گرفتیم. جبریل علیه السلام برش میگه که تو برو بر ملأ خبر بده، به ملائکه خبر میده. ملائکه به اهل زمین الهام میکنن. همین که ما یک نفر دوست داریم هیچ ندیدیم، یک عالمه، خصوصا بحث ما درباره جناب شیخ القرآن استاد برکت الله سلیم است. بله. وقتی که میبینیم دیروز ما در جنازه دیدم که مردم حتی از ولایات آمده بودن، از ولایات چندین نفر به ما گفت، یکی گفت از مزار آمدیم، یکی گفت که از هرات آمدیم. دیگه چقدر مردم ما نمیفهمیم که چقدر اشخاص از جای دور آمده بودن. ما با وجود از اینکه برف و باران بود، این تماما گواه بر چی بود؟ محبوبیت جناب شیخ القرآن استاد برکت الله سلیم رحمه الله. دیگه الله متعال جنت فردوس نصیبشون بکړي. ډیره مننه کوم. یوه تر ټولو اړینه مهمه خبره دا ده چې اسلام مبارک دین هم په دې باندې تاکید کړی وی تر ټولو نیکبخته او غوره کس هغه دی چې قرآن کریم زده کړي او نورو ته یې وښیي. چې په دې برخه کې د استاد د هیڅ چا څخه کم نه و او ډېر شاګردان یې وروزل. پوښتنه هم دغه کومه چې استاد په دې برخه کې څومره به هڅه وکړه چې تر څو خلکو ته د قرآن کریم علم ور زده کړي، د قرائت علم چې تر ټولو لوی علم دی په د قرآن کریم په تړاو باندې دا خلکو ته وښیي. یعنی څومره شاګردان استاد لري، هغه که دننه په افغانستان کې وي که بهر وي؟ بله، اگر شما متوجه شده باشین همیشه در مصاحبه های استاد وقتی پرسیده میشد همین سوال از استاد پرسان میکردن که شاگردای شما چقدر است؟ اونا میگفتن که من شاگردا را حساب کردن نمیتونم. بله.
مثل که شما پیشتر هم گفتین که در خانواده ها اگه شاگردان ما حساب کنیم که از طریق تلویزیون، رادیو و از طریق کست ها اینا استفاده کردن، والا که اینترنت هست و درسا در موبایل هر کس پیش خودش هست، اینا لی شاگردا عددش در کجا میرسن؟ ولی شاگردای نخبه و ممتازی را استاد تربیت کرده که ما خب بیچاره هستیم، ما از جمله خدمتگزاران استاد بودیم، شاید نالایق ترین شاگردشان ما باشم. شخصیت های بسیار بزرگ، استادایی که حالا فی الحال شاگردایشان استادای امی عصر است که ما اگر حالا یاد کنم هنوزم امی شاگردایی را که من میشناسم، من فکر میکنم برنامه ما گنجایش ذکر نامای امی بزرگوارا رو نداره. خب یقین داریم استاد بزرگوار خوشا به حالشان بعد از اینکه خودشان میرن از خود نظر به اون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، هرگاه انسان میمیره عملش قطع میشه مگر 3 چیز باقی میمونه. او چی است؟ صدقه جاریه، صدقه جاریه، او علم ينتفع به، یا علمی که دیگرها از اون نفع میگیره، او ولد صالح یدعو له، یا اولاد صالح که برش دعا کنه. علم نافع و واضح است که از استاد همه استفاده میکنن و جای خوشبختی است که یاد کنم کمال صاحب استاد بزرگوار اولادای صالح از خود بجا مانده، هم دخترایشان اهل قرآن هستند، هم پسرانشان، پسر بزرگشان قاری صاحب رحمت الله که خارج از کشور به سر میبرن و در این جنازه من امرایشان به تماس بودم. قاری صاحب حافظ قرآن است، قاری بسیار خوب است و دیگه اولادایشان هم قاری صاحب نصرت الله، قاری صاحب سبقت الله، قاری صاحب فرحت الله، حتی هم خورترکشان هم قاری صاحب شوکت الله که در روز جنازه دیدیم بسیار بی‌صبری میکرد، اشک از چشمایش جایی بود، هیچ ایستاده نمیشد، هر قدر تسلیت میادیم یعنی بسیار زیاد در فراق استاد. همه ایشان محزون بودن، خود چون سنش خورد است، من میدیدم بسیار دلم میسوخت به قاری صاحب شوکت الله جان. دیگه الحمدلله که اولادای صالح از خود ماندن که اینا برشون دعا میکنه و دیگه همه قرای افغانستان من فکر میکنم که یقینا پدر معنوی خود از دست دادن، دیگه همه ایشان اولادایشان، همه ایشان برشون دعای خیر میکنه. این خوشا به حال این شخصیت که با وفاتشان باز هم اینها عملشان جاری است. دیگه در حقیقت گفتم میتونیم که استاد وفات نکردن، نمردن. همه قسم در مورد شهید قرآن میگه که شما برای کسی که در راه الله کشته میشه نگوین که این مرده، چون اونا شهید خو مقامش جایگاهش جداست، ولی استادم در مریضی که وفات کردن شما بهتر میفهمین که همین 4 سال که مریض بودن، 2 سال اخیر که کمی شدت پیدا کرد و خصوصا در این ماه‌های اخیر اینمی سبب رفعت درجاتشان است. چرا در حدیث می رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما من مصیبت تصیب المسلم، هیچ مصیبتی نیست که بر مسلمان میرسه الا کفر الله بها عن، مگر ای که الله توسط از این گناه‌های از این تکفیر میکنه. مثال میده حتی شوک یشاکها، حتی خاری که اذیت میکنه می خار اینمی هم سبب تکفیر گناهایش میشه و رفعت درجات. یا استاد بزرگوار در پهلوی از خدمات قرآنی کردن، بازی مریضیشان هم یه هم یک درجه درشان بود. د مریضي چې و قدرمن استاد احمدي صاحب تاسو یادونه وکړه چې د 4 کاله وروسته د مرض څخه رنځېدله، د اصلي مریضي چې و کوم شی ډېر شدید و چې د مرګ تر کومې ورسوه؟ بله، تکلیف روده داشتن، روده هایشان تکلیف داشت، به خاطر اینا عملیات هم کرده بودن و این مریضی پیشرفته شد. من فکر میکنم چندین بار شعاع دادن قبل از اینکه عملیات شد، فکر میکنم باز بعدا یک بار عملیات هم شد و یک چیزی بهانه میشه برای ما. شما معلوم است که وقت و اجل وقتی پوره شد، همون قرآن می لا یستأخرون ساعة و لا یستقدمون، دیگه نه لحظه تأخیر میشه نه تقدیم میشه. اجل آمد، یک چیزی بهانه میشه. همون که انسان وقتی که در 120 روزگی در شکم مادر در حدیث میاد که وقتی که در 120 روزگی میرسه، قبل از اینکه روح دمیده شه چند چیز نوشته میشه، ملک 4 چیز امر میشه که باید نوشته شه. از جمله یکی هم چی است؟ عمرش است. عمرش است، رزقش است
و شقی و سعید بودن این شخص است. عمر نوشته میشه، وقت پوره بود یک چیزی بهانه شد و خوشا به حال جناب شیخ ټول یادېږي او ټولو په زړونو کې دی. مخکې تاسو یادونه وکړه چې استاد زموږ سره یعنی وفات شوی نه دی، زموږ سره به همیشه وي. څو چې اسلام مبارک دین خور وي د استاد نوم به پکې ځلیږي. ډېره مننه کوم. یوه تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې استاد خو له موږ څخه لاړل، استاد خو رحلت وکړه او له دې نړۍ څخه موږ او تاسو ټول تلونکي یو، استاد هم لاړله. په نوبت مثال که راغلي یو او بې نوبته به ټول ځو د دې نړۍ څخه. اوس پوښتنه همدغه ده چې څنګه موږ کولی شو چې د استاد علم ته پراختیا ورکړو؟ کوم هغه کارونه دي چې پاتې دي موږ یې وکړو؟ کوم هغه کارونه چې باید لومړیتوب ورته ورکړو؟ او دلته مثال دولت څه کولی شي تر څو د استاد علم ټول افغانستان حتی د نړۍ څخه بهر خور شي؟ یکی از آرزوهای استاد بگویم براتان، استاد همیشه میفتن که آرزوی ما است که ای کاش در افغانستان ما یک مکتب مختص به قرآن داشته باشیم. یعنی شما میبینین که ما داریم الحمدلله دارالحفاظا هست، ما معهد قرائت داریم حتی، ولیکن آرزوی استادی بود که از صفر که شروع میشه علوم قرآنی، ما دارالحفاظ تنها حفظ است. همین که روایات ما پیشتر یاد کردیم، قاری صاحبای عزیز گپای ما را میفهمند که هدف ما چی است. اونها هدفشانی بود که همین روایات، قرائات، علم تجوید و قرائت، میال زیاد دوستای ما شاید علم تجوید با قرائت فرق نکنن، فکر میکنن قرائت و تجوید یک علم است. نه خیر، تجوید جدا علم است، قرائت جدا علمی است. شاید تجوید جزء قرائت باشه. بله، این قرائت علم جداگانه است ولی ارتباط داره. فرموده شما هر دو با هم ارتباط داره. مثل ما صرف و نحو میگیم در قواعد عربی، صرف جدا علمی است، نحو جدا علمی است، تجوید هم جدا علمی است. بعد از اینکه قاری تجوید خلاص میکنه میره به علم قرائت. دیگه جناب شیخ القراء استاد برکت الله سلیم آرزویشان این بود که ای کاش که ما تخصصی و مسلکی این رشته را پیش بریم. میال از دارالحفاظ عالی کابل یا از دیگه دارالحفاظا قرای ما حفاظ ما فارغ میشن، آرزویشان نیست که در این بخش خود اینا تخصص داشته باشن. ولی که وقتی در پانتون میرن درس میخوانن مجبور هستن اونا پانزه شرایط بخونن. ما یک دیپارتمنت در پانتون در بخش تجوید و قرائات نداریم، حالا که در دیگه جا هست. مثلا در مصر کلیت التجوید و القراءه است. ما استادای خوبی نداریم. جا داره که از قرای عزیز که در افغانستان است و از مصر آمدن خدمت کردن، از شیخ عبدالکبیر حیدری یاد کنیم، از شیخ زکی الله نوری یاد کنیم، دوستا و بزرگای دیگه ما. یکی از دوستای ما قاری صاحب عزت الله عابد است که از اونجا آمدن، شیخ عزت الله عابد. دوستای زیادی است که حالا آزرده نشن که نام یک تعداد گرفتیم، نام دیگرا دوستای از آمدن از اون. واقعا اینا هم از غنیمت های روزگار هستن، از علم از اینا هم باید استفاده شود. ولیکن اگر ما بتونیم خدمت عام کنیم، همین که گفتیم که چی چیزهایی از استاد باقی مانده که ما رو باید تکمیل کنیم. آرزوی استاد این بود که یک مکتبی که از صفر شروع شه، از صنف اول شروع شه، حفظم باشه و علوم قرآنی باشه در اون. مثلا دوستای ما تو فکر میکنه که ما تجوید از قرائت از حفظ از خلاص. در یکی از مسابقه یکی از مولوی صاحبا در وقفه مسابقه آمد به ما گفت، چند پیش ما یک مسابقه به نام نجم القرآن داشتیم که از طریق معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف برگزار شده بود، از طریق ریاست مدارس و دارالحفاظها. جا داره ایجا از بزرگایی که در رأس هستن تشکری کنیم. استاد مبین شاه رمزی همراه ما جمله داورا بودن. به استاد مبین شاه رمزی یکی از مولوی صاحبا گفت که من فکر میکردم البته مسابقه قرآن کریم امیز که قاری میاد تلاوت میکنه دیگه خلاص قرائت است، اما دیدیم که در قرائت چقدر گپای دیگه است. این حال یک قاری باید علوم قرآنی را بفهمه، در پالیوزی که تجوید تلفظش صحیح باشه، حافظ است، باید علم رسم بفهمه، علم فواصل بفهمه. یعنی فواصل الآیات یک علم جداست، رسم و خط جداست، علم وقف بفهمه، علم وقف جداست. مثل که پیشتر گفتیم علم قرائات علم جداگانه است، به قرائات معلومات داشته باشه. این حال زیاد دوستای ما هستن روایات علمی نمیفهمن، در حالی که از نظر علم قرائات میگه قاری سه قسم از مبتدی، متوسط، منتهی. مبتدی همیست که سه روایت بفهمه. این حال آرزوی استادی بود، تنها اینه که خودشان ثبت کرده بودن بگن من قاری هستم. شما اکثر در مصاحبه هم روشان بودین، بله. تواضع استاد دیده بودین.
استاد میگفتن که من تا هنوز هم شاگرد هستم. واقعیت یعنی دا خبره کول. شما مصاحبه را دیدیم که شخصا خودتان هم روشن مصاحبه در ما تو مصاحبه ورسره کړي استاد رمضان داشتیم، چندین بار داشتیم. اونا میگفتن که هنوزم من شاگرد هستم، هنوزم در جستجوی هستم یک چیزی را حاصل. اینی تواضعشون بود. اما بعضی دوستای ما هستن فکر میکنن یک کتاب دو کتاب که خواندن فکر میکنن دیگه ما دیگه علامه دهر هستیم، یا یک چند قرائت یاد گرفتن به صوت زیبا فکر میکنن قاری همی است. نه خیر، قاری است که تمام علوم قرآنی رو باید حاصل کنه. دیگه تقاضای ما از دوستای ما خصوصا از امارت اسلامی همی است که اگر واقعا میخوان که آرزوهای استاد که در حیاتشان ای برآورده نشد و بعد از مرگشان ای آرمانهایی که داشت ای برآورده شد، میست که یک مرکز مختص برای تجوید و قرائت تأسیس شود و قاری صاحبای ما در پالیوزی که حفظ میخوانند. اینا تخصصی درس وقتی فارغ میشن از 12 در حتی تحصیلات عالی خودم اینا دمی رشته داشته باشن، ما لیسانس داشته باشه، ماستر داشته باشه و حتی دکترا دمی بخش داشته باشه. ډیر عالی، ډیر په زړه پورې وړاندیز، ډیر عالی. قدرمن استاد قاری صاحب احمدی څه پیغام لري هیوادوال ته مهرباني د افغانستان ملي تلویزیون له لارې؟ پیام ما اول به دوستای ما به مناسبت درگذشت جناب شیخ القرا استاد برکت الله سلیمی است که شما دعا کنین. بعضی دوستا در جنازه دیدم که بسیار بی‌صبری میکردن. درست است که ما دوست داریم، عزیز خود از دست دادیم، بزرگ خود از دست دادیم، اما دین برای ما چی توصیه میکنه که ما در این قسمت باید صبر داشته باشیم و صبر هم در اولین صدمه است. اما زنی که نزدیک قبر گریه میکرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت که از الله بترس، گریه نکو. او چون رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیشنو گفت از من دور شو، الیک عنی. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت، باز بری زن گفتن این خو رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، چطور قسم اگرویه کردی؟ بازی رفت در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست معذرت خواهی کنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم به زن گفت که انما الصبر عند الصدمه الاولى، صبر دمی صدمه اولی است. الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. دیگه به اولین صدمه که انسان دید صبر کنه، بی صبری نکنن. من بعضی دوستا را دیدم شاید از طبقه اینا زیادتر. چرا وقتی کسی که عزیز خود از دست میده انا لله و انا الیه راجعون صفت مؤمنان است. اگر کسی سر صورت خود بزنه، بی صبری کنه، به صدای بلند گریه کنه، این رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوى الجاهلیه. از ما نیست کسی که این به سر صورت خود میزنه، گریبان پاره میکنه و دعاهای جاهلیت میکنه. بعضی ها میگفتن که استاد من ایفهم پیش از وقت رفت، وقت رفتنش نبود. این حرفای جاهلیت است. زمان پوره شده دیگه. تقدیم و تأخیر نمیشه دیگه. پیام اولی ممیز که اینا دعا کنن بر استاد. خوشا به حال استاد که معلم قرآن بودن. مصداق همین حدیث خیرکم من تعلم القرآن و علمه خدا قرار دادن. شعار استاد همین بود و به می شعار عمل کردن و مصداق همین حدیث قرار گرفتن. من دیروز در وقتی که دفن شد، بعد از دفن در سر قبر همین صحبت ها را کردم. همین بیت امام شاطبی رحمه الله را خواندم که هنالک یهنیه مقیلا و رودتا. در قبر به قاری قرآن دو خوشخبری است. یکی جای استراحتگاه، دومم روزه. مرادش چیست که وقتی که از مؤمن 3 سوال پرسیده میشه که من ربک، ما دینک، من نبیک، باز ملک برش میگه وقتی جواب که میگه نم کنومت العروس، خواب کو مانند خواب عروس. و دوم روزه چی معنی؟ باغ. در حدیث آمده باغ القبر روضة من ریاض الجنه. قبر باغچی از باغچه های جنت است یا چقری از چقری های دوزخ است. خوشا به حال استاد که اینها قرآن درس دادن و دی فضیلتشان امام شاطبی رحمه الله فرموده. دیگه پیام ما برای دوستان میست که اول در قسمت وفات جناب شیخ القرا دعا کنن و آرزوهایی که داشتن پیشتر صحبت کردیم او را محقق بسازن. خصوصا قاری صاحبای بزرگوار میگم که تنها به صوت شیخ القرا به صوت زیبا معروف نبود. این باید دوستا بفهمن.
علم داشتن که شما میفهمید. بله. علم قرآن حاصل کنین. این صداها خب بسیار صداهای زیبا، بسیار قاری صاحب خوب قرائت دارن. در صدای زیبا کسی جایگاه استاد گرفتن نمیتونه، علم بیاموزن. و از شما تشکری خاص میکنم از تلویزیون ملی که همیشه اهل قرآن ارزش دادن و خصوصا که استاد معلم بزرگ افغانستان بود. شما برنامه اختصاصی گرفتین، قلبا از شما سپاسگزار هستم. تشکر قدرمن استاد قاری صاحب امان الله احمدي چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په چار کې بریا وغوړه، خوشاله اوسئ. ډیره مننه.